بابا چرا کولر رو خاموش کردی؟ مگه قانون خونه رو نمیدونی؟ هفت به بعد کولر خاموشه. بابا تو این گرمای 45 درجه چجوری دلت میاد کولر رو خاموش کنی؟ من پسرتم. هر وقت پول برق رو از تو جیبت دادی اون موقع میتونی حرف بزنی. من یکی تو کتم نمیره، شما بابا چرا کولر رو خاموش میکنی؟ پسرم این یه رسمه. پدر بزرگم رو پدرم خاموش میکرد، پدرم رو من خاموش میکرد، حالا هم نوبت من رو تو خاموش میکنم. تو هم باید آمادگی داشته باشی یه روزی کولر رو پسرت خاموش کنی. من هیچ وقت این کارو نمیکنم. مجبوری، این نماد یه پدر ایرانیه. بابا من رفتم کولر پلیمری ایرومکس رو گرفتم که نسل جدید کولراست، مصرف برقش 60% کمتر از کولر آبیه، خنکیش هم 4 تا کولر گازیه که تو خاموشش نکنی. همینی که هست. این حرف من نیست، حرف 90 میلیون ایرانیه که باباهاشون کولر رو روشون خاموش میکنن. سنت شکنی کن، کولر رو روشن کن. هرگز. بابا ببین. بابا پختیم، کولر بزن. نوچ. تو رو خدا کولر رو بزن، دارم نمیبینم. نوچ. بابا پس خودت خواستی. حسن جون میشه کولر رو روشن کنی؟ خیلی گرمه. خدا لعنت کنه. چشم. این سنت شکنی رو به تمام مردم ایران تبریک میگم. چیکار کردی با دلش؟ وای حالا جاش نیست اینجا بگم، ولی بالاخره دلش نکرد. حرف شادانه بگو، پیروز و مردانه بگو.